سلام بر شما. سرخط خبرها. جان باختن دست کم 15 تن و زخم برداشتن بیش از 40 تن در نتیجه زمین لرزه در غرب کشور. بر بنیاد معلومات مرکز زلزله نگاری USGS آمریکا، شدت زمین لرزه 6.2 درجه ریشتر و مرکز آن ولسوالی زندجان هرات بوده است. زلزله شدید رخ داد و مردم از دکانها و منزلهای خود آمدن بیرون. زلزله کس شهیدان لرو او تقریبا تسلیو کسو پوری زخمیان لرو که دا ابتدایی آمار دی، ممکن شده آمار نور هم زیاد. امضای پیمان 6 پروژه به ارزش 75 میلیون دلار. سرپرست وزارت انرژی و آب میگوید که این پروژه ها در 2 سال آینده تکمیل خواهند شد.